نشریه نووای گازیتا اروپا اسم محبوسانی رو که در پایان ماه سپتامبر از زندان نظامش سنگین رقم 17 در جمهوری مردوویا به صف شرکت خصوصی حربی واگنر جلب گردیده و به جنگ ضد اوکراین فرستاده شدن معین کرده است. شرکت واگنر با یوگنی پریگوژن، یک نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد. بنا به اطلاع نشریه تنها از مابس رقم 17 بیش از 100 نفر را به جنگ اوکراین بردند و نصف آنها را شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، مولداویا، اوکراین تشکیل داده. در بینشان تا شهروندان مصر و صربستان هم بودند. نووای گازیتا اروپا از جمله نام شهروند تاجیکستان شوکربک ساتوروف را ذکر کرده است که در سامانه جنبش مهاجران تاجیک روسیه همچون عضو این جنبش نشان داده میشد. شوکربک ساتوروف بعدا با حکم دادگاه نویای نگین ولایت مسکو با جرم قاچاق مقدار بزرگ هیروئین به 8 سال زندان محکوم شده. در مابس رقم 17 در مردوویا هدای حکم میکرد. در این باره که او چگونه به صف شرکت حربی واگنر پیوست و به جنگ اوکراین رفت معلوماتی از این بیشتری در دست نیست. نووای گازیتا اروپا می نویسد قریب همه محبوسان خارجی از این مابس مردوویا به جنگ اوکراین جلب شده برای دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به مهلت از 7 تا 16 سال محکوم شده. در مابس رقم 17 هدای حکم میکردند. از جمله بختیار قواندیخوف از تاشکند و قرالبک قوچقوروف از قرقل برای گذاشتن هیروئین در مفخگاه‌ها در شهر ولایت مسکو دستگیر شده. قوچقوروف برای مثال تازه 15 مارس سال 2022 محکوم شده بود و در مابس مردوویا همگی نیم سال قرار داشت. زاده دیگر ازبکستان اسلامبک صابیروف نیز ماه مارس سال جاری محکوم شده. همگی بعد چند ماه ادای حکمش به صف شرکت واگنر جلب شد و به جنگ اوکراین رفت. عظمت زولونوف و سردار زوکروف از ازبکستان سال 2021 نیز برای مواد مخدر در این مابس بودند. همین طور زاده دیگر ازبکستان نسیمخان مولانوف برای فروش هیروئین به 6 سال زندان و هموطنش سرورجان مامزیازاد با حکم دادگاه شهر ایگوروفسکی ولایت مسکو به 7 سال زندان محکوم شده بودند. نووای گازیتا اروپا می نویسد در بین محبوسان به جنگ اوکراین جلب شده آدمکشان نیز هستند. نام و نسب یکی از جلب شدگان با شهروندی روسیه یونوس سلیموف که برای کشتن آدمان هدای حکم میکرد یکسان است. بنا به مواد پروندهش یونوس سلیموف و شریکش خود را کارمندان مقامات معرفی کرده با تهدید با سلاح تروماتیکی کلید خانه جبر دیده را کشیده گرفته خودش را به جنگل بردند و سرش را با اسکوچ پیچانده زنده به زنده گورش کردند. همینطور بنا به اطلاع نشریه مابس رقم 17 نفر با نام یوری سویریدوف به جنگ اوکراین فرستادند. معلومات او همسان یکی از فرماندهان میلیشیا به نام جمهوری خلقی لوهانسک با لقب میچت است. سویردلوف سال 2019 با جرم آدمکشی و تجاوز به ناموس زنهای عامله در شهرک گالوفکای اوکراین به 13 سال زندان محکوم شده بود. نووای گازیتا اروپا در عموم نامهای بیش از 40 خارجی را که به صف شرکت حربی واگنر جلب و به جنگ ضد اوکراین فرستاده شدند معین کرده است. منابع نشریه گفتند محبوسان را برای رفتن به جنگ مجبور نکردند ولی بسیاری آنها درست میدونند که در اوکراین چی گپ است. قبلا گفته میشد که شرکت خصوصی حربی واگنر با وعده آزادی پیش از مهلت از محبس‌های روسیه محبوسان را به صف خود جلب کرده به جنگ اوکراین فرستاده است. مقامات ازبکستان و تاجیکستان قبلا شهروندان خود را از اشتراک در جنگ‌های خارجی هشدار داده بودند. در تاجیکستان برای چنین عمل همچون جزا تا 20 سال زندان پیش بینی شده است.